او Tanrı adıyla Ensaf علی هدایت هستم و برنامه 156 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. شکر و حمد اللهی را که یک زندگی دوباره داد و امروز رو نصیبمون کرد تا با یک کتاب ترکی قدیمی خطی دستنویس تخصصی در یک زمینه خاصی آشنا بشیم و بتونیم در زندان مهندسی جهل، مهندسان جهل و مهندسی جهل یه سوراخی به بیرون از این زندان، دیوارهایی که در مغز ما ساختن، دیوارها در خارج از مغز ما نیست، دیوارهای مهندسان ذهن در ذهن ماست، مهندسان جهل در ذهن ماست و آنهاست که سوراخ کردن اینها بسیار سخته. دیوارهای بیرون رو میشه پله گذاشت، نردبان گذاشت، بمب گذاشت، نمیدونم تخریب کرد، رفت. خیلی آسونه دیوارهای فیزیکی بیرون رو وقتی دشمن بتونه در ذهن من و تو دیوارهایی رو بسازه که خود ما در اصل ساختیم، یعنی اونها با کتاب‌ها، روزنامه‌ها، مدرسه، معلم، دانشگاه، استاد دانشگاه، رادیو، تلویزیون، مسجد و منبر و ملا و آیت الله و فتوا و داستان‌ها و حکایت‌ها و مثلا به اصطلاح کتاب‌های تحقیقاتی و تاریخی و نمیدونم اجتماعی و سیاسی و اینجور چیزا و موقعیت‌های شغلی و اینها مجموعی اینها زندان بسیار قطوری رو در دیوارهای زندان مغزی ما بسیار قطوره. 10 متر عرض دیوار و 100 متر ارتفاعش نیست. شاید عرض این دیوار به اندازه عمر ماست و طول این دیوار به اندازه کتاب‌ها و شنیده‌ها و دیده‌های ماست. در نتیجه تخریب این دیوار خیلی ساده نیست. نه تنها خیلی ساده نیست، اصلا ساده نیست. عرض کردم میشه دیوارهای میان مرزها رو برداشت خیلی به راحتی. میشه با یک قرارداد سیاسی دیوار که سیاسی در بین کشورها هستش رو برداشت. اروپا با یک قرارداد سیاسی تونست برداره. کشورهای ترک با یک قرارداد سیاسی تونستن بخشی از این دیوارها رو بردارن. اما دیوارهای مغزو هنوز در میان کشورهای ترک هستش. هنوز ماها هر انقلابی میشه در بیرون انجام داد، اما انقلاب در این مغز و آگاهی های مغز اصلا به این سادگی نیست. در نتیجه برای اینکه ما بتونیم یه انقلابی در مغز خودمون انجام بدیم، برای اینکه ما بتونیم یک تحولی در ذهن ما بدیم، برای اینکه اون دیوارهای ذهنی ساخته شده در عقل ما رو بتونیم منفجر بکنیم و ازش خارج بشیم، باید در سانتیمتر مربع مغز ما یک کتاب منفجر بشه. تنها راه شکستن دیوارهای مهندسان جهلی که در ذهن ما ساخته اند و جنسش از آجر و سیمان و بتون و آهن و اینها نیست، برای انفجار اونها باید کتابهای قدیمی خطی که دشمنان ما نتونستن درش دخل و تصرف بکنن یا نتونستن یا به هر حال نشده، باید اینها رو در اون مغز ما به عنوان بمب منفجر کرد. من تا الان در این 156 جلسه بیش از 250 کتاب رو در این مغز من منفجر کردم، ولی هنوز من فکر میکنم که اگر 1500 تا دیگه هم شلیک بکنم، کتاب رو منفجر بکنم، باز هم این دیوار شکسته نخواهد شد. لذا خروج از زندان مهندسان جهل
بسیار پرزحمت و بسیار دردسر آفرینه و معمولا هم نادیده گرفته میشه. به این زندان عادت کردیم، چون زندانی که با خودمون حمل میکنیم و بهش حتی افتخار میکنیم، دیپلم گرفتیم، لیسانس گرفتیم، فوق لیسانس و دکترا گرفتیم. ما برای اینکه این زندانها رو بسازن در مغز ما و ما بسازیم، به ما مدرک دادن، پول دادیم، اینها رو ساختیم. دانشگاه آزاد رفتیم، دانشگاه دولتی رفتیم، عمر صرف کردیم، مقاله نوشتیم، مقاله خوندیم، کتاب‌های بسیار زیادی رو نوشتیم، کارهای تحقیقاتی رو مثلا خوندیم. همه اینها دست به دست هم داده تا در مغز ما، در بینش ما، در آگاهی‌های ما زندان مهندسان جهل ساخته بشه و تخریب این زندانه که در مغز ما ساخته شده و ما با خودمون جابجا میکنیم و بهش افتخار میکنیم، به خاطر اون داریم پول میگیریم، کار میکنیم، زحمت کشیدیم. بعضی ها به ما احترام میذارن که این زندان رو با خودمون حمل میکنیم. تخریب چنین زندانی که براش پول میگیریم خیلی سخت. زندانبان نمیاد دیوار زندان رو تخریب بکنه، به زندانی ها بگه بیاید فرار بکنید از اینجا. ما زندانبان های زندان مهندسان جهل هستیم. و این زندان های جهل رو در مغز خودمون داریم حمل میکنیم. به این سادگی نمیشه این زندان مغزی رو در مغزمون خودمون حمل میکنیم، بابتش عمرمون رو صرف کردیم، رفتیم مدرسه، نمره گرفتیم، تشویق گرفتیم، احیانا تنبیه شدیم، ما رو تنبیه کردن. نمیتونیم این زندان رو ول بکنیم، برای اینکه این زندان حاصل تشویق ها و تنبیه هاست، حاصل نمرات کم و نمرات به خصوص نمرات 20، حاصل اون تشویق هایی که پدر و مادرمون انجام میدادن، حاصل اون تشویق هایی که دولت با دادن کارنامه و نمره و جایزه و اینها رو در ذهن ما میساخته، حاصل اون بالا رفتن و مدال گرفتن و مدال انداختن به گردن و اینهاست. به همین سادگی نیست که بشه این رو سوراخ کرد، این رو منفجر کرد. منفجر کردن این یک کتاب رو نخوندیم که اینجوری بشه. اگر ذهن ما با خواندن یک کتاب کسروی یا زرینکوب یا نمیدونم عبدالحسین دستغیب اینها انجام میگرفت، خیلی به راحتی میتونستیم یک کتاب دیگه بخونیم، اونها رو خنثی بکنیم. اما این زندان از وقتی که ما در شکم مادرمون بودیم و مادرمون تحت تأثیر رادیو و تلویزیون بود، روزنامه میخوند، کتاب داستان و رمان و تاریخ و حکایت و اینها میخوند، داستان ها رو گوش میکرد، نمایشنامه ها رو گوش میکرد، موسیقی رو گوش میکرد، باهاش میرقصید، بابا کرمش رو میشنید. با این بابا کرم ها این دیوار ساخته شده. برای همین خیلی سخته که بشه این رو از بین برد. برای همین باید ما بریم و کتاب بخونیم، کتاب‌های قدیمی که دست دشمنان و عوامل دشمنان در تغییر اونها، در داخل اونها دست نبردن. در اینجا ما میتونیم از منابع استفاده بکنیم که عوامل دشمن این رو ننوشتن و میتونیم ذهن جدیدی بسازیم و میتونیم یک انقلاب درونی در خودمون ایجاد بکنیم، در فکر خودمون، در نگاه خودمون به اون زندان ذهنیمون. چون ما همه چیزی که در بیرون هست دوستان، اینها رو در اصل با ذهن خودمون میبینیم. اینها اون چیزی نیست که واقعا در بیرون وجود داره، اینها اون چیزی هستن که ما میبینیم و برداشت میکنیم. حالا من یه آزمایش رو یه چند روز پیش دیدم در
اینستاگرام و خیلی خوشم اومد این رو گذاشتم، نمیدونم الان هست یا نه. 2 نفر رو استاد دانشگاه در آمریکاست، کجاست نمیدونم، میاره و شایدم نمیاره. اول میاره اینا رو، میگه تو رود به شرق باشه، تو رود به غرب باشه، اوکی، و یه توپی رو از یه جای در میاره میذاره اینجا این وسط و میگه نگاه کنید، برگردید و نگاه کنید. اینا برمیگردن، هر دو به یه توپ دارن نگاه میکنن. یکی میگه سیاهه، یکی میگه سفیده. این با این میگه چرا دروغ میگی، این سفیده. اینم به اون میگه چرا دروغ میگی، این سیاهه. بعد استاد میگه دوباره برمیگردن و دوباره توپ رو تغییر میده و دوباره نگاه میکنه. همونی که میگفت سیاهه میگه سفیده، این توپ سفیده، تو چرا میگی سیاهه؟ اون میگه که نه این سیاهه، تو چرا میگی سفیده؟ یعنی انسان ها بر اساس اون چیزی که میبینن، با توجه به دانش خود، با توجه به تجربه خود، با توجه به خانواده خود، با توجه به طبقه اجتماعی خود، با توجه به رشته تحصیلی که تحصیل کردن، با توجه به رشته‌ای که کار میکنن، درآمد ایجاد میکنن، با توجه به کسانی که باهاشون دادستد دادن، رفت و آمد دارن، دوستی دارن، فامیلن، پدر و مادر و دوستان و خواهر و برادر و دایی و عمو و خانواده و فامیل، همسایه ها، با کسایی که رفت و آمد دارن، تو محیط کار اینها رو میبینن و اونها هم تحت تاثیر دیگران هستن. این زاویه ذهن ما ساخته میشه. در کنار این بسیاری از ماها، من تا چند روز پیش فکر میکردم بعضی آدم ها رو دیدم، من خودم این آرزو رو نداشتم، ولی بعضی آدم ها رو دیده بودم نگاه کن فلانی چشم آبی داره، کاش من چشم آبی داشته باشم. میرفتن لنز آبی میذاشتن که چشمشون آبی دیده بشه. من اخیرا متوجه شدم که کسایی که چشمشون هر چقدر تیره تر باشه به طرف سیاه بره، اونها رنگ بیشتری رو، طیف‌های رنگی بیشتری رو میبینن. هر چقدر به طرف آبی و سبز و اینجور چیزا بره، اینها کورچشمی دارن، کور رنگی دارن. نمیتونن بعضی از رنگ ها رو که اون چشمایی که مثلا قهوه‌ای تیره هست، قهوه سیاهه، حتی این دور مثلا اون مرکزی که سیاه هست معمولا اون دورش مثلا عسلی نباشه، یه مقدار سیاه تر باشه. هر چقدر سیاه تر باشه اونقدر بهتر، دید بهتری داره. هر چقدر رنگش باز باشه، سبز و نمیدونم آبی و اینها باشه، اونقدر کورچشمی داره. یعنی حتی فیزیک ما هم، ارتفاع قد ما هم روی نوع دید ما از جهان تأثیر داره. حالا بمونه که کتاب هایی که خوندیم، کسی که 10,000 کتاب خونده با کسی که یک کتابم نخونده، دیدگاهشون فرق میکنه. در مهندسی جهل اونهایی که زیاد کتاب خوندن بیشتر زندان رو ساختن در ذهن خودشون. زندانهایی که ساختن قطوره. اونها که بیشتر تحصیل کردن زندانهای قطورتری رو ساختن در ذهنشون. اونهایی که پول گرفتن به خاطر این سواد و تحصیل و اون مدیریت پست مدیریتی گرفتن، رئیس شدن، معاون شدن، مشاور شدن، اینا زندان هایی که در مغزشون ساخته شده قطورتره، چون برای ساختن زندان و دفاع از اون زندان پول گرفتن. خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. ما برای اینکه در ذهن خودمون، مهندسا یه چیز ساختن، ما رفتیم پول گرفتیم، مدیر شدیم، معاون شدیم، کارمند شدیم که این زندان رو در ذهن خودمون و در بیرون نگه داریم. اگر یک کسی که در اداره ثبت احوال و ثبت فلان کار میکنه و میگه که تو حق نداری که اسم بچه‌تو بذاری مثلا ترکی بذاری یا عربی بذاری، این دیگه پول میگیره که این زندان درون ذهن شما را عمیق‌تر بکنه. اون کسی که پول میگیره تو شورای شهر، اداره و فلان بیاد بگه، یا مجلس یا دولت یا هر کجا،
که بیاد بگه آقا اسم این شهر، اسم این کوه، اسم این دره، اسم این درخت، اسم این حیوان، اسم این آب، اسم این پل این باید فارسی بشه، تغییر پیدا بکنه و فلان و بهمان، اسم این گیاه، اسم این میوه، اسم این گل، اسم این برگ، اسم این حیوان، اسم این وسیله. اینها هم بخشی از مهندسی جهلند و هم نگهبانان زندان مهندسی جهلند. اینها پول میگیرن. ببینید اونها که در زندانها کار میکنن، یه عده آدم سیاسی، غیر سیاسی، قاچاقچی، جنایتکار رو اونجا نگه میدن، اینها خیلی آدمهای با شرفی هستن نسبت به اون زندانبان هایی که معلم هستن، استاد دانشگاه هستن، رئیس اداره هستن، معاون اداره هستن، کارمند اداری هستن که تلاششون بر اینه اون چیزی که در ذهن ما دولت مرکزی که معمول دولت ما نیست اون رو تثبیت بکنن و نذارن ما برخلاف اون بریم. اینها بیشرفترین زندانبان های مهندسی جهل هستن. و من و تو که حالا احتمالاً یه سوادی داریم یا احتمالاً سواد زیادی نداریم، من و تو برای اینکه این زندانی رو که در ذهن ما ساختند، گفتم از بطن مادرمون شروع میشه، از پدر و خود پدر و مادر که نزدشون هستیم، برادران و خواهران و پدر بزرگ و مادر بزرگ و عموها و داییها و خاله ها و عمه ها و فرزندان اینها و همسایه ها و دوستان و مدرسه و معلم و استاد دانشگاه و مسیری که میریم کار میکنیم، اونجایی که کار میکنیم، اینها همشون دست به دست هم دادن این زندان رو ساختن. ملا و نمیدونم سخنران و سمینار و همه اینها اونجایی که کار میکنیم، اینها این زندان ها رو ساختن. برای که این زندان ها رو درش انفجار ایجاد بکنیم باید هزاران کتاب در ذهنمون منفجر بشه و نباید منتظر دولت بمونیم. مهم اینه آیا ما باید منتظر بمونیم تا دولت برای من مدرسه درست بکنه که ما رو از مهندسی جهل بیرون بیاره؟ دولت که خودش طراح مهندسی جهله. ما باید خودمون شروع بکنیم، ما باید خودمون اراده به خرج بدیم، بگیم آقا من اول باید باور بکنیم که مهندسی ذهن انجام گرفته روی ما و ما زندان رو در ذهن خودمون داریم با خودمون میبریم و میاریم و باهاش افتخار میکنیم، باهاش پول در میاریم، باهاش زندگی میکنیم، باهاش نمیدونم به ما میگن آقا فلان کس با سواد، با شعور، خیلی میفهمه، داریم از مزایای اون زندان استفاده میکنیم. اونها حقوق هستن برای ما میگیریم. اون تعریف و تمجیدها حقوق هایی هستن که به ما میدن، اونها تشویق هایی هستن که این زندان رو در ذهن ما قوی تر میکنه، مستحکم تر میکنه، عمیق تر، کلوفتر، بلندتر میکنه. این تشویق و تعریف ها ما رو تشویق میکنه که بر این زندان وفادار بمونیم. ما باید خودمون بگیم که من به این دولت اعتماد ندارم، من میرم خودم شروع میکنم کتاب ترکیه قدیمی رو میخونم و بر اساس اون جهان رو تلاش میکنم از زاویه دیگر، از نوع دیگر ببینم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اول تلاش میکنم که ببینم من پدران من کی بودن، چی کار کردن، چجوری امپراتوری ساختن، چجوری شکست خوردن، چرا شکست خوردن، و اون وقت بیام یکی دو نفر دیگر رو آموزش بدم. نباید منتظر دولت بمونیم، نباید منتظر بمونیم که یه روزی یه تعدادی میتونه از ایران استقلال آذربایجان جنوبی رو بگیرن و یه دولت ملی تشکیل بدن. احتمالاً این دولت ملی که توسط زندانبان‌های قدیمی
چیز خواهد شد، فقط بخشی از ذهنشون عوض شده، مثلا به جای اینکه با ایران بمونن میخوان آذربایجان مستقل بشه، در اینجا ذهنشون احتمالاً عوض شده، نه در خیلی از موضوعها. بعد اونها زندانهای جدیدی رو احتمالاً، زندانهای عقلی جدیدی رو احتمالاً بسازن، چون که تمامی مسائلی که اینجا هست اینا هم همون رو خوندن دیگه، اینا چیز دیگری نداره که، اینها هم همون دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و فوق دکترا و پروفسوری همین کتاب ها رو گرفتن که الان دارن میخونن و فردا هم بر اساس همین ها اداره خواهند کرد. برای اینکه در اون زمان یه تغییری داده باشه باید خود ما از امروز شروع بکنیم، خود ما از امروز زندانهای درون خودمون رو بشکنیم و برای فردا روز استقلال آذربایجان آماده باشیم که بتونیم در مدارس آذربایجان نذاریم این کتاب هایی که وجود داره به نسل جدید آموزش داده بشه، رادیو تلویزیون و روزنامه ها و کتاب های جدید رو نذاریم به این شکلی که الان نوشته میشه در ترکیه و آذربایجان و ترکمنستان و نمیدونم جاهای دیگه، در ایران و افغانستان و پاکستان، اینها در کشورهای مسلمان و اینها نوشته میشه، مثل اینها نوشته بشه و مثل اینها آموزش داده بشه و ذهن ما، بچه های ما، فرزندان ما هم مثل اون ساخته بشه از نو. چه فرقی میکنه که ما الان مستقل بشیم، آذربایجان جنوبی مستقل بشه، ولی زندانها رو با خودمون حمل بکنیم و همه رو دوباره داخل همین زندان نگه داریم؟ چه فرقی میکنه که امروز زیر پرچم ایران باشیم، فردا زیر پرچم آذربایجان باشیم، ولی در همون زندان؟ چه فرقی میکنه من در زندانی باشم که در آمریکا و کانادا هست یا در زندانی باشم که در ایرانه؟ همه زندانها یکی هستند و فرقی هم خیلی با هم ندارن. به هر حال نمیدونم چی شد، دستم به یه جای خورد و اینجا یه کتاب‌های باز شدن که نمیدونم چی هست، از کجا اومد، کتاب‌های قبلی بودن. خب بریم دانلود رو دوباره باز بکنیم و ببینیم که آیا میتونیم در اینجا کتاب جدیدی که به شانس امروز ما میخوره و ما میتونیم این رو بخوانیم کدام کتاب هست. دیروز دیوان خطایی رو خوندیم، کتاب بسیار جالبی بود، احتمالاً این سومین نسخه‌ای بود که ما از دیوان خطایی خواندیم و حالا یک تلاش کردیم یک نقدی هم برای اون داشته باشیم از نظر تاریخی هم. من فکر میکنم که کار جالبی هم انجام دادیم. حالا بریم کتابی که امروز میخوایم بخونیم به شانس ما میاد اسمش چیه؟ تاج الدین احمدی دیوان تاج الدین احمدی که در 840 میلادی نوشته شده. حالا ما بر اساس همین 1447 ازش کم بکنیم 840 میلاد قمری رو ازش کسب بکنیم 607 سال پیش این کتاب نوشته شده. یعنی اینقدر قدیمیه این کتاب، این نسخه در این تاریخ نوشته شده. ما نمیدونیم اصل این کتاب چقدر قبل از اون نوشته شده بوده که ازش این نسخه رو نوشتن. الان از نظر فیزیکی نگاه میکنیم، من بیش از احتمال میدم که بعد 23 دقیقه رفتیم بالای منبر. این کتاب رو الان داریم میبینیم. اینجا این کتاب یه بخشش خط زدن و عمدن پاک کردن این کتاب رو. اینجا جلد به خطه. فکر میکنم این کتاب رو من قبلا دیده بودم، دیدم. بله این کتاب رو دیدیم، من این کتاب رو قبلا خوندیم. این رو ببندیم برای اینکه نمیدونم چرا اسمش تاج دیوانی گذاشتن، چون قبلا بذار ببینیم کجا بود. اینجا ما این کتاب رو بله اینجا بوده، همین کتاب هست. کتابی در رابطه با روش دست نوشتن یه متن با لهجه ترکی اوغورستان که در چینه. من حالا دوستان فکر میکنید که من فکر میکردم که اوغورستان مثلا آذربایجان شرقی یک چیز کوچیکی هست در مثلا ایران و ایران خیلی بزرگه و آذربایجان شرقی نسبت به ایران خیلی کوچیکه دیگه. به هر حال این یه واقعیتی از نظر جغرافیایی و فکر میکردم که اوغورستان هم حالا در حدود آذربایجان باشه، کلا اصلا آذربایجان
رفتم بررسی کردم ببینم که چقدر بین اویغورستان چقدر بزرگه. اویغورستان به تنهایی 2 برابر ایران بزرگیشه. نگاه بکنید فقط اویغورستان در چین که خودش هم در داخل جمهوری های چین یه جمهوری تقریبا مستقل خودگردانه. حالا چینی ها میدونید که درش اسب تازی میکنن و خیلی چیز میکنن. به هر حال اینجا ما با یه کتابی روبرو میشیم که به خط اویغور نوشته شده و 869 سال پیش نوشته شده. بر این نسخه 1447 اگر بذاریم و ازش چند بکنیم 869 سال رو میشه 578 سال پیش این نسخه از این کتاب نوشته شده. رساله خط مغولی و جام جهاننما. اسم کتاب جام جهاننماست، ولی اینجا خط مغولی رو چجوری بنویسیم؟ اینجا مغولی نوشته ولی اونجا این بالای کتاب نوشته اویغوری. رساله به خط مغولی در رساله به خط رساله به خط مغولی و رساله جام جهاننمای فی التصوف. پس در اینجا 2 تا کتاب در هستش، یکی آموزش چگونگی نوشتن با خط مغولی و دیگری رساله در جام جهاننما که در رشته تصوف نوشته شده. یک کسی این کتاب رو خریده و اینجا اسمشو گذاشته. حالا من نمیتونم مهره بخونم. نوشته که تعداد، حالا اینجا این بالا گفته که 32 صفحه است و در این پایین گفته 16 صفحه. اینجا خودش گفته که 17 صفحه است و در هر صفحه 22 سطر وجود داره. دوباره اینجا هم همینطور سطر 22، حالا 7 صفحش اینجوریه و 8 صفحه 21 سطر داره. برینجی جزوه اول 7 صفحه است و 22 سطر داره. جزوه دوم 8 صفحه است و 21 چیز داره. خب این کتاب در کتابخانه سلیمانیه در استانبول نگهداری میشه. اینجا الفبای مغولی رو میبینیم. حالا دوستان من این رو نمیدونم چی هست ولی تلاش میکنم فقط اول ظاهر کتاب رو به سرعت ببینیم. اینجا الفبای مغولی رو میبینید. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا شروع کرده، مثلا این ه هست، این دوباره ه هست، اینجا آ ب قاف وا. این بسم الله الرحمن الرحیم ها، این بالا که اینجوری نوشته این بسم الله الرحمن الرحیم. الف با قا وا سا یا کا تا ما نا چا را شا سا لا. و اینجا این تمام شد. حروف مغولی اینها بود و حالا اینا شکلشه دیگه. این عربی ها رو نگاه نکنید، عربی ها برای این قضیه است و اینها رو حالا نگاه کنید. همین حرف رو نگاه کنید، عین شبیه حروف کوفیه، خیلی شبیه حروف کوفی هست. و پایین با اینها آباگاه یه حرف درست کرده، یه کلمه درست کرده. آباگاه این 2 تا 3 تا حرف رو با هم چسبونده شده. یک کلمه مثلا واسایا کاتاما نچرا شلا. اینجا باب گذاشته آ ای او، صداهایی که در چیز وجود داره، مغولی وجود داره. آ ای او با بی بو. حالا داره آموزش میده با آ رو چجوری بنویسید، صدای آ ای او. ب رو با آ ای او چجوری بنویسید، با بی بو. گاف رو گا گی گو، واو رو وا وی وو. و همینجوری داره اینجا آموزش میده که چه شکلی نوشته میشه. این صدایی که گا گی گو این صداست. بر این صدا رو اونجا آموزش میده که بر روی کاغذ چجوری نقاشی بکنید که استاندارد همه ما باشه. همه ما بتونیم بر اساس این صدایی که میشنویم بتونیم اون خط رو تشخیص بدیم.
اون نقاشی روی کاغذ رو، روی آجر رو، روی سنگ رو تشخیص بدیم و بتونیم بخونیم. این یه استاندارد داره میذاره اینجا، وگرنه مثلا میشد یه چیزی، ولی مغول ها حالا اینو استاندارد کردن، با این دارن زندگی میکنن، مینویسن و اینها. و اینجا همین ها رو میبینی که مثلا الفبا رو همینجوری نوشته، باب آو ایو او، باو بیو بو، فاو فیو گاو گیو گو. این دو تا او رو اینجا با او آورده. همینجور دوباره یه صدای دیگر رو میکنیم، آز ایز اوز، باز بیز بوز. ترکیب کلمات رو نشون میده، یعنی چجوری دو تا حرف به هم میچسبه. این حرف و صداها رو، نه اینکه حرف رو نشون میده، حرف و صداها رو نشون میده که چه شکلی به هم میچسبن. اینجا با خواندن این الفبا میتونیم با نوشتن و تمرینش میتونیم مغولی رو بخونیم. این با سرعت ازش بگذاریم. کام کیم کوم، تام تیم توم، مام میم موم، نام نیم نوم. اینم در چیز هست، نوج ناج نیچ نوچ، چاچ چیچ چوچ. حالا این با زبان ما یه مقدار فرق داره، به هر حال ما باید قبول بکنیم که مغولی یک زبان دیگریه در نتیجه. خب اینجا تمام شد. احتمالاً کتاب مغولی در اینجا با چند تا کلمه‌ای که اینجا دوباره آخر کتاب نوشته تمام شد. رفت کتاب بعدی که دوباره در اینجا هستش و مهرش هم اینجا هستش. اینم مرده و مهرم به اسم اون ساختن. احتمالاً فرزندانش این کتاب رو میخواستن وقف بکنن. مرحوم حالا اسماعیل چی هستش اینجا آورده. اینجا کتاب به این شکل شروع میشه. در اینجا گفته که احتمالاً ورقه عدد سکه، سطر عدد 21. اینجا میبینیم اینجا خطش خیلی زیباست. برای چی؟ برای اینکه من میتونم بخونم، باش احساس رابطه برقرار بکنم، اون رو بفهمم، اون رو بتونم درک بکنم، بتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم. الا اینکه خیلی تخصصی باشه و من در اون تخصص هیچی ندونم. در اون وقت خب مثل همین چیزه، الان مغولی رو میخوندم و چیزی جز صدا چیزی ازش نمیفهمیدم. این صدا بود که من میفهمیدم، هیچ معنی ازش در ذهنم متصور نمیشد. اگرچه اون چرا که استاندارد مغول هاست، نه استاندارد ما ترک ها. اگرچه بعضی ها معتقدن مغول ها یه طایفه ای از ترک ها هستن، یه لهجه ای از ترک ها. ولی این کتاب خیلی زیبا نوشته شده. حالا اینجا ظاهرا با یه رنگی به غیر از سیاه هم نوشته شده که یه مقدار از بین رفته، دورش کادر نیست، ولی در 3 طرف کتاب برای این یه جا گذاشتن. اینجا ظاهرا کتاب مثل این که تموم میشه. چیکار میشه؟ یا تموم نمیشه، دایره میرسه و این دایره رو داره توضیح میده که حالا برمیگردیم تلاش میکنیم از این کتاب بخونیم، چون کتاب اول رو نمیتونیم بخونیم. اینجا یه دایره بزرگی در 2 صفحه کتاب رسم کرده و اینجا خیلی زیبا. ظاهرا این خیلی هم به عرفان مربوط نیست، این بیشتر بر حالا برمیگردیم یه مقدار اینها رو بخونیم ببینیم چی هستش. خیلی زیبا نوشته شده، خطش جالب است. اینجا متاسفانه یه چیزی روی این کتاب ریخته شده. این ظاهرا با 3 رنگ نوشته شده باشه، یعنی سیاه اصلی هستش، قرمز و این رنگی که نه سیاه نه قرمز، ظاهرا بین این دوتا یه رنگ دیگری هست، سیاه خیلی کم رنگ یا از این حرفا. دوباره اینجا احتمالا اثر انگشت هستش، این انگشتش رو حالا به چربی زده، چی زده، چسبونده به کتاب. 2 جا این اتفاق افتاده و اینجا کتاب تمام شده. تاریخ این کتاب رو نوشتن نمیدونیم که این کتاب اولیه هست یا نسخه ای از اون کتاب اولیه هست، نمیدونیم. ولی اینجا نوشته که تم فی عشر آخر شهر ذی الحجه الحرام 869.
درست. این کتاب در دهه آخر ماه ذوالحجه که ماه حرام هست در سال 869 نوشته شده، تمام شده نوشتنش. خب برگردیم دوباره به اول کتاب. خب مغولی رو که نمیریم یه نگاهی بهش انداختیم، در حقیقت اونجا رو نخوندیم ولی یه نگاهی بهش کردیم و گفتیم که اگر یکی علاقمند باشه زبان مغولی رو یاد بگیره میتونه بره و این رو بخونه و زبان مغولی رو بخونه. و بدونید زبان مغولی یکی از زبانهای بسیار قدرتمند و پر از آرشیو و کتاب و مقاله هست. در دوره مغول تمامی کتاب‌هایی که در سرزمین‌های مغول و اطراف اون نوشته میشد همه اینها جمع‌آوری میشد و به دربار مغولستان میرفت. در نتیجه کتابخانه‌های مغولی پر از کتاب‌های مختلف هستش. احتمالاً روسا اینها رو از بین برده باشن یا بخشیشو از بین برده باشن یا از اونجا از مغولستان برده باشن، اون یه چیز دیگه. ولی واقعیت اینه که مغول‌ها جزو اون ملت‌هایی بودن که چشم و عقل و روحشون به روی جهان غیر از خودشون باز بود و هر چیزی که اونها میدونستن رو تلاش میکردن یاد بگیرن و ازش استفاده بکنن. متخصصان خارج از خودشون رو خیلی دوست داشتن و مثلا میگفتن چنگیزخان وقتی به یک جایی حمله میکرد اونجا رو مثلا فتح میکرد و میخواست همسایه اونجا رو فتح بکنه، میگفت که این آدم ها مثلا مردها رو جمع بکنید، مثلا وسط میدان جمع میکردن، میگفت که خب از اینها بپرسید ببینید که اسم مثلا چی کاره است. یکی میگفت من کشاورزم، میگفت که برو زمینی تو بکار، من نیاز دارم که تو زمین بکاری، رفاه برای مردم، غذا برای مردم تولید بکنی. یکی میگفت من دامدارم، یکی میگفت من آسیابانم، یکی میگفت من حیوانها رو تیمار میکنم و بی اسب و نمیدونم گاو و اینها رو دارم متولد میکنم، بیماریاشون درمان میکنم، یا چوپان هستم و فلان. اینها رو باهاشون کاری نداشت. یکی میگفت من پزشکم، یکی میگفت من فلانم. اونهایی که بالاخره میرسه به جایی یکی میگفت من کاری ندارم، کاری بلد نیستم، میگفت که اینها رو بفرستید ببرید با خودتون. اون دشمن حالا یه جایی خندق ساخته شهرشو، اینها رو داخل خندق بذاری که از روشون رد بشین. اینها رو داخل خندق مینداختن و از روشون رد میشه، آدم‌های بی خاصیت رو. ولی اونهایی که خاصیتی داشتن، یه هنری بلد بودن، یه تخصصی بلد بودن، سوادی بلد بودن، ریاضی بلد بودن، یک چیزی بلد بودن، اگر اینها خیلی متخصص بودن تو که به درد مثلا نجار بودن، جنگنده بودن، نمیدونم آهنگر بودن، ریاضیدان بودن، فیزیکدان بودن، آسمان ها و زمین و اینها رو باهاش سر و کار داشتن، یه تخصصی داشتن، اینها رو خیلی محترم میشمردن و باهاش و اینها رو با خودشون حمل میکردن، میبردن مغولستان و ازشون استفاده میکردن برای اینکه دنیا رو نگه دارن، این امپراتوری رو نگه دارن. ولی اگر کسی هیچ کاری بلد نبود جز تن پروری، اینها رو میگفتن مردن اینها مهم نیست. و قوانین خیلی جالبی هم داره، یعنی یاسای چنگیزی خیلی خلاصه و خیلی قوانین جالبی هست. حالا برگردیم این کتاب دوم رو شروع بکنیم ببینیم چی میگه. خب میگه که این بسم الله الرحمن الرحیمش رو ننوشتن، ولی متوجه میشیم که مسلمونه. چرا؟ چون میگه حمد پی حد، نگاه کنید اینجا بی رو 3 تا نقطه گذاشته برای اینکه اون شکر 3 تا نقطه داره ها. این شکر و این پی صفحه رو سنگین نکنن، کلمه ها رو هم وزن بکنه، یعنی بتونه نگاه کنید تو یه سطر دیگه، نه کلمات روی سطر یه خطی نوشته میشه، این بعضی کلمات روش نقطه هست، بعضیش زیرش نقطه، بعضی نقطه نداره. اون جاهایی که یکی 3 تا نقطه داره یکی نداره زیرش 3 تا نقطه میذارن که بالانس ایجاد بکنه، هم از نظر چشمی هم از نظر اون دید صفحه آرایی. حالا برای همین گفته حمد بی حد و شکری پی عد، سزا عد عربیه، عد انگار که 2 عد داره ولی تشدید داره روش.
حمدی نگاه کنید، حمدی پی حد و شکری پی عد، سزای ذاتی که وحدتش منشأ احدیت و واحدیت شد و مرآت ازلیت و ابدیت گشت و رابطه باطنیت و ظاهریت و واسطه اولیت و آخریت آمد که حد فاصل اشارت به دوست و برزخ و جامع عبارت از اوست و حقیقت محمدی خود اوست و ثنای بی نهایت. حالا این تا اینجا این چیز هست، فارسی نمیخوام فارسی بخونیم، اگر این فارسی باشه میذاریم بمونه همینجوری و ظاهرا هم فارسی است. من حالا نگاه میکنم، تا الان نگاه نکرده بودم، این فارسی هستش، اینو میذاریم بمونه. این کتاب رو هم میذاریم بمونه و حتی حذفش میکنیم از اینجا، یا بذاریم بمونه. اوکی. گلشن اسرار شاهدی، بریم این کتاب. یعنی ما الان نزدیک 41 دقیقه هست تقریبا داریم تلاش میکنیم، ولی هنوز نتونستیم که کتابی که بخوایم امروز بخونیم رو پیدا بکنیم. این کتابی که امروز الان اینجا پیدا کردیم، کتاب جلدش رو نگاه میکنیم، به سرعت این رو نگاه میکنیم. این در 1146 نوشته شده. 1146 کجا رفت اون ماشین حساب ما؟ خب 1447 ازش کم بکنیم، 1146 مساوی میشه با 301 سال پیش این کتاب نوشته شده. این نسخه نوشته شده. این کتاب یه نسخه از کتاب احتمال نسلی هستش. این وضعیت ظاهریشه. ما ازش یه مقداری خب کوچیک کردم اینجا بهتر ببینیم. این جلدش دوره عثمانی نوشته شده و از نقاشی روی آب استفاده شده. برای روی جلد این کتاب دیده میشه که آسیب جدی در همه طرفها و لبه ها دیده. کتاب از اینجا شروع میشه با شماره 127، شرح شاهدی لعصمت افندی. عصمت افندی یه فردی بوده، یه انسانی بوده، الله رحمتش بکنه، به عنوان عصمت افندی، که این کتاب اسم کتابش هست شرح شاهدی. چرا عصمت افندی رو آورده؟ برای اینکه بگه آقا این شرح شاهدی چند تا کتاب هستش که اسمشون شرح شاهدی هست، اما این متفاوت از اونهاست. چرا؟ چون اسمش لعصمت افندیه، این رو علاوه کرده. حالا اینجا یه توضیحی در مورد مصری افندی سلمه الله تعالی اینجا یه چیزی گفته، مصری افندی. حالا اینجا رو اگه برگردیم دوباره میخونیم. اینجا این کتاب هم در احتمالاً سلیمانیه کتابخانه‌ای نگهداری میشه. اینجا صفحه اولش هست، صفحه های اول و دوم که میبینید با رنگ قرمز براش کادرسازی کردن و اینجا یه قرار بود یه نقاشی بکنن که اون نقاشی انجام نگرفته. اینجا قرار بود بسم الله بنویسن که ننوشتن، یا اسم کتاب رو بنویسن که ننوشتن، و اینجا بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. بعضی از کلمات رو از نقطه استفاده کرده، نقطه های قرمز رنگ استفاده کرده، از خط قرمز بر بالای کلمات عربی و جملات عربی، و بعضی از کلمات رو هم به قرمز نوشته و در حاشیه هم یه چیزهایی با همین قلم در متن نوشته شده و یه چیزهایی جدای از اینها هم نوشته شده و علایمی هم اینجا گذاشته شده. در این صفحه هم میبینیم که عبدالقادر بغدادی هم اینجا یک متنی رو نوشته که این قرار بوده اینجا اسم این نویسنده کتاب رو بیاره، که اینجا حالا برگردیم میبینیم اینجا نیومده، اومده بیرون با همین قلم اسمش رو نوشته و توضیح. یعنی این حاشیه نویسی همینه، یعنی وقتی یه چیزی رو فراموش میشه یا توضیحی باید داده بشه نداده شده، یا خود نویسنده باید توضیح میداده نداده، یه کسی که میخونه در مورد اون توضیح میده یا اونو نقد میکنه یا براش اشکال وارد میکنه، نقدش میکنه و اینها. سطرها خیلی به هم نزدیکه، کلمه ها خیلی تو دل هم رفته میشه، ولی با این حال من احتمال میدم که بتونم 85 تا 90% این کلمات رو بخوانم و باهاشون ارتباط احتمال میدم اگر لهجه خیلی تغییر نکرده باشه. در اینجا میبینیم بر روی بعضی از کلمات هم با رنگ قرمز خط کشیده و هم با رنگ
سیاه، یعنی دوتا به روی هم افتاده، در نتیجه یک رنگ خاصی رو گرفته که ما همین کار رو میکردیم. همون سبک ادامه داره. بعضی از کلمات رو خیلی با قلم درشت نوشته، در ادامه همون که با قلم درشت نوشته با یه قلم کوچکتری ریزتری توضیحات بیشتری داده. احتمال میدم برای تأکید بوده باشه. اینجا هم همونها رو میبینیم، یعنی هم حاشیه رو هم متن رو میبینیم. این کتاب بسیار، این کتاب در 148 صفحه کتابی که در 74 صفحه PDF نوشته شده رو اینجا ملاحظه میکنیم. خب اینجا هم دوباره اسم 3 نفر رو میبینیم که در اینجا قره‌حصار، حالا در ترکیه الان یه شهری وجود داره به نام قره‌حصار، قدسی، این هم اسم یه آدمی باید باشه که حالا در متن یه چیزی در اون مورد هستش. دوباره اینجا قره‌حصار احتمالاً در مورد اونها یه توضیحاتی میده که عبدالقادر بغدادی، قره‌حصار، عبدالقادر بغدادی، اینها در متن باید میومده، نیومده، در بیرون از متن اینها رو نوشتن. من یه مقدار با سرعت بیشتری این صفحات رو، اینجا متنی که برای در حاشیه نوشته شده بسیار زیادتر از خود متن هستش. این هم خیلی، هم پایدی تابستاندی کلگیه هم سایه تابستان استی زمانی یعنی yaz fasli سیف معناسینه، سایه کلگه معناسینه. حالا اینجا اینها رو داره معنی میکنه که این چی بوده. تابستان استی زمانی یعنی yaz fasli، سیف یعنی چی؟ سیف معناسینه یعنی کلگه معناسینه. و حالا اینجا مستفاد فتح و فلان چیه دیگه، برمیگردیم حالا اگر شد بعضی از اینها رو میخونیم. اینجا هم میبینیم که دوباره همین هستش، با یه مقدار با سرعت بیشتری بریم که بتونیم امروز یه چند صفحه از این کتاب رو بخوانیم. من الان با این سرعتی که میرم شما تمامی صفحه ها رو میبینید و میبینید که قلم ها همون قلم هست، یه مقدار کلوفتر میشه و نازکتر میشه. فرقش در همونه، نوع خطش همونه. و خب وقتی قلم درشتر میشه، نوک قلم، اون متن خیلی سیاهتر میشه و کلمات خیلی تو دل هم بیشتر میره. اینجا با 2 تا چیز حاشیه مواجهیم که با خط دیگری نوشته شده و احتمالاً که نه با رنگ قرمز نوشته شده. احتمالاً می‌خواستم بگم عربی، دیدم که نه، یک کلمه رو اونجا دیدم ترکی هستش. حالا بر اساس اون فکر می‌کنم که این ترکی بوده. اینجا هم دوباره با یک چند تا حاشیه روبرو هستیم. همینطور ادامه میدیم و ببینید در گذشته چقدر، حالا اگر این کتاب رو آدم بخونه ببینید چقدر استناد میداده به کتاب‌هایی که دیگران نوشته شدند، یعنی آثار فکری دیگران رو نمی‌دزدیدن و همینجوری نمی‌نشسته خودش داستان ببافه. میگه آقا فلانی در کتاب فلان این حرف رو زده. امروز هم در کارهای علمی در اروپا و آمریکا همین کار رو میکنن که وقتی کتاب رو میخواد بنویسه میگه آقا فلانی در فلان کتاب اینو گفته. حالا ایرانی ها کتاب می نویسن، در پایان کتاب یک کتابنامه می نویسن. ما از چه کتاب‌هایی برای نوشتن این کتاب استفاده کردیم؟ در اصل هیچ کدوم این کتاب‌ها رو نخوندن. احتمالاً مثلا 1-2 تا از اونها رو خوندن، بقیه رو از اون کتاب، چون اون کتابی که خوندن اون استناد داده به اون حرفا، با استناد به همین که این حالا دروغ هم نوشته باشه میگه آقا من از اینجا برداشتم نوشتم. این متاسفانه در ایران دروغ نویسی و استناد به کتاب‌های دروغ و دروغ سازی به نام دیگران خیلی رایجه و این من در تلویزیونم که کار میکردم، گوناز تیوی، در این بالا شاید 10 برنامه درست کردم که چطوری این کار رو انجام میدادن. و حالا اینجا ببینیم که آیا میتونیم یک تاریخ در صفحه آخر به دست بیاریم. اینجا با یک محاسباتی هم روبرو هستیم که نمیدونم چیه. تاریخ گلشن وحدت، اینجا سن شاهدی، ولادت شاهدی، تاریخ گلشن راز،
اینجا نگاه کنید برای کتاب ها هم اومده تاریخ ها رو نوشته. نگاه این هم خیلی مهمه. یه محاسباتی رو انجام کرده و بر اساس اون نوشته تاریخ گلشن راز. گلشن راز در تاریخ 951 نوشته. سن شاهدی، این اسم این آدم دیگه اسمش سنش 76 بوده. ولادت شاهدی اگر اینجوری باشه از 951 کم بکنیم میشه 875 احتمالاً. این در این سال چیز شده. 921 ازش کم بکنیم 46 سال. این چی هستش این دیگه نمیدونم. یعنی میخواد بگه 46 ساله بوده، 46 سال احتمالاً زندگی کرده. اینجا تاریخ گلشن وحدت، یک کتاب دیگری بوده اسمش گلشن وحدت بوده. حالا اینجا اعدادی رو جمع کرده رسیده به اینکه این 898 ساله و بعد دوباره ازش یه دونه یک و یه دونه 4 و 40 و یه دونه 4 کسر کرده شده، کسر کرده بله شده 943 و ازش یه 875 که اینجا بود ولادت شاهدی اینو کسر کرده شده این 68 سال. یه کار محاسباتی انجام داده. این کار علمی یعنی این. من خیلی تحت تاثیر فقط همین محاسبات قرار گرفتم. حالا ببینیم. بر کسی که خود معترف به خطاست نکوشند والحمد لله وحدت، احتمالاً وحدت تمت الکتاب به اون الله الملک الوهاب. این وهاب رو ورهاب نوشته شده. الملک الوهاب محمود ابن احمد، محمود ابن احمد الشهیر به قبل فیزاده، احتمال الشهیر به قبل لیزاده احتمالا سنه 46 و 100 و الف، سال 1147 6 حالا 6 این تاریخ که بالا نوشتن این درسته. پس این کتاب در این زمان، این نسخه در اون زمان تمام شده. برگردیم اول کتاب و ببینیم که چه چیزی میتونیم اینجا از این کتاب بخونیم. İzzet istersen yürü vari bele zillet kapısın. İzzet istersen yürü var benle zillet kapısın. Ateş اعدا ile gına olasan kimya. Talib ilm olana ölmez azab azrilmek. Azberlemek. طالب علم علنه علمز عذاب ازبرلمک. اگر طالب علم هستی ازبر کردن مطلب برات عذاب نیست. bilmiş ol iler kişiyi کامیاب ازبرلمش. bilmiş ol آگاه باش بیل کشی ایلر کشی انسان رو، کشی اینجا به مفهوم انسانه نه به مفهوم مرد. ایلر کشیی کامیاب از برلمک. حالا میگه ازبر بکنید. ازبر هم یعنی از رو، این رو نخونید دیگه حفظتون بشه تو ذهنتون. دونه دونه یاز یاقل تکرار ایله درسini. دونه دونه یاز یاقل تکرار ایله درسini. شاید هم یه جوری دیگه بتونیم بخونیم. دونه دونه یانه یاقل تکرار ایله درسini. یانه یاقل یعنی جا تو عوض کن، این به پهلو پهلو، این پهلو به اون پهلو، اینجوری هم میشه دید، ولی درست رو تکرار بکن. گوم الدنگده گرایده بغرینی کباب از برلمک. گوم الدنگرایده بغرینی باغر این قفسی سینه، داخل قفسی سینه باغرم çatladı اینو بغرینی کباب از برلمک. اجازه نده که این باغر تو رو
کباب بکنه از برلمک، خستگی نکنه، مریضت نکنه، فشار نیاره، احساس ناراحتی نکنی، افسرده نشی. بذارید ببینید اینجا چی گفته. گفته که گردیلرسن اولسن صاحب فنی عالمون. اینجا یه خطی رو نوشته بود زده، یعنی یه چیزی آدمون نوشته بود آدمون، بعد اینو خط زده بالاش نوشته عالمون. گردیلرسن اولسن صاحب فنونی عالمون، اگه بخوای در عالم یه صاحب فن فنونی بشی، سانکی هر فنیده گرک دور bir کتاب از برلمک. سانکی هر فنده گرک دور bir کتاب از برلمک. بدون، سانکی یعنی فرض بکن، یعنی بدون، آگاه باش که در هر فنی که بخوای یاد بگیری حداقل یک کتاب باید یاد بگیری، از بر باید باشی. حالا اینجا یک چیزی هم نوشته که فاز ضعیف هنا نزول. حالا اینجا چی هستش؟ تشرین اول شبات. اینجا یه چیز فاز ضعیف هنا چی اینجا یه چیزایی رو نوشته که مربوط به ماها هستش. اینجا ارل علم فی ظل و جوع و عزد احتمالاً و بعدن عن الا بآباء و الاهل و الوطن ولو کان کسب العلم اسهل و حرفتون لما کان ذو جهل علی الارض و الزمن. حالا این اون بالایی رو نفهمیدم، اینجا رو البته بالایی هم میدم ارل علم فی الظل و جوع و عزت. احتمالاً من علم رو در سایه گرسنگی و حالا اون عزت نمیدونم چی هستش، و بعدن عن الآباء و اهل و الوطن، و علم رو من در دوری از آبا یعنی دوستان و آشنایان و فامیل ها، و اهل خانواده، و الوطن و از وطن، یعنی از علم اندوختن علم به اینه که باید بری بیرون از فامیل و دوستان و اینها، از وطن بری بیرون. خیلی وقتا برای اینکه علمی رو به دست بیاری باید بری یه جای دور. ولو کان کسب العلم اسهل و حرفتن، اگر یادگیری علم صحیح ساده ترین حرفه بود، لما کان ذو جهل علی الارض و الزمن، اون وقت هیچ جاهلی در روی زمین و زمان وجود نداشت، در هیچ زمانی و در هیچ مکانی وجود نداشت. میگه یعنی علم سخته، به دست آوردن علم خیلی. منم اول جلسه 20 و چند دقیقه توضیح دادم که زندان چی کار میکنه. حالا این از چی بود؟ این دوتا شعر امام غزالی: طلبنا العلم لغیر الله فابا ان یکون الا لله. میگه که طلبنا العلم لغیر الله، علم ما رو به غیر الله در چیز میکنه، میخواد بریم. فابا ان یکون الا الله، اما من میترسم که علم به غیر از برای الله باشه. حالا اینجا ای العلم، فابا ان یکون ای العلم، یعنی منظورم اینه که من میترسم که علم به غیر از الله باشه. این رو میگه امام غزالی، چنین فرمایشی رو فرموده که خدا الله تبارک و تعالی رحمتش بکنه. من این کتاب رو یه مقدار کوچیکش بکنم که ببینیم مثلا کدوم صفحه هستیم و بعد حالا بزرگش میکنم که بتونیم این کتاب رو شروع بکنیم به خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم. شاهد موزون کتاب کریم. شاهد موزون، شاهد اسم نویسنده بود، این که گفتیم. شاهد موزون کتاب کریم، فارسان یک تاز میدان حمد و سپاس. اول خداوند کریمون، جلوه نمای ساحه گود تقدیس و تمجیدی اولسون که نوع بنی آدمی و علم آدمی، الاسماء کلها. علم آدم علم آدم الاسماء کلها. اینجا آیه هستیم. خداوند وقتی انسان رو حالا بر اساس
آیات قرآنی ساخت انسان مراحل بسیار متفاوتی داره که بعضی ها فکر میکنن با هم نقیض هستن، ضد و نقیضه. مراحل تکوینی انسان رو میگه. مثلا یه جایی میگه که ما انسان رو با علقه، حالا با تخم مرد و زن ساختیم. یه جایی میگه که ما انسان رو با از سلسال این کلفقار، از گل کوزه‌ای که شکننده هست مثلا ساختیم. یه جایی میگه که ما این رو مجسمش رو ساختیم مثل مجسمه و نفخت فیه من روحی، به اون روح دادیم و به ملائکه گفتیم سجده بکنن و علم آدم الاسماء، ما به انسان زبان یاد دادیم. ما دنیا رو با اسمها میشناسیم و از اسمها فعلها جدا میشه. در زبان ترکی و عربی مصدر اسمه و تمامی افعال از اسمها جدا میشن، به خصوص در ترکی و فارسی. حالا این در انگلیسی هم همینطور هستش. البته انگلیسی زبان بسیار، انگلیسی زبان قدرته، زبان علمی نیست، زبان تخصصی نیست، زبان قدرته، زبان ثروت، زبان پول، زبان نظامیه. به خاطر اینکه با این پول در آوردن مردم این، وگرنه یکی از بدترین و بیریخترین و غیر قانونی ترین، غیر اصولی ترین زبانهای روی زمینه و یک زبان نیست. این مجموعه ای از مثل چنگل هستش، یعنی این مجموعه از چنگل هایی هستش که ریختن روی هم، ریگه هایی هستش که ریختن روی هم، ولی چون به خاطر اینکه پول داره، قدرت داره، قدرت نظامی داره، پرستیژ داره، رفاه داره، همه میرن اینو یاد میگیرن برای اینکه انسان ها میخوان ثروتمند بشن دیگه. زبانی که کمک بکنه ثروت رو به دست بیارن میرن دنبال اون. و علم آدم کل اسماءها، نص کریمیندن، اینجا اشاره میکنه به قرآن. نص کریمیندن یعنی از اون قرآن. منبعث و منتشر اولان، اسرار معانی و دقایق کمالات، واصل اتمکله اعلا شأن ایلده و مشاطه خامه سهرساز منشیان شکری، شکر بیگاز او رب جلیلون شأننه زی. حالا اینجا یه چیزی هستش که نمیدونم چی هستش، زی، حالا این هم کسوی، بذارید ببینیم چی میشه. جلیلون اول رب جلیلون شأن زی سوا مترار شاهد تزریر و توحید. این تنظیر احتمالا باشه، تنظیر و توحیدی اولونسون. که تنظیر میخواستم بگم چی هستش، یهو گفتم که این معنی شد خیلی نمیدونم. درون آلمانی لمعاست لمع یعنی نور، لمعاست یعنی نورانی کردن، انوار تازی یا تانری، بیرلا انوار تانری، بیرلا یعنی برابر یک جا، انوار تانری بیرلا، پرتاب و قلوب عارفانی، رشحات آب حیات فارسی ایله، سیراب قلوب، رموز لطایف حقایق ملوکانه تأمل اتمکله والا مکان ایلده. گلدسته تسلیت احتمالاً تسلیت هم باشه. تسلیت به معنی آرامش بخشه. وقتی به یکی تسلیت میگیم یعنی میخوایم، معنیشو نمیدونیم، معمولا میخوایم بگیم آرام ol، صبر ol، dözümlü ol. تسلیت دیرم یعنی که dözümlü ol. این معنیش اینه ولی نمیدونیم. گلدسته تسلیت و سنبل بسته تحیت الخطیب. حالا اینجا یه چیزی هستش که
نمیدونم منبر انا و افسح، یا این چی هستش متبرانا افسح و قائل لسان اهل الجنت العربیت و الفارسیت الدریه بالکلام. اینجا العربیت و الفارسیت الدریه بالکلام العامق بالکلام المح، یعنی خیلی نمکین فکر میکنم، المح، نازنین خداوند احد اعنی بهی حضرت محمد بعد. اینجا حالا یک چیزی نوشته مثل بعد، این رو پاک کردن. اینجا دوستان همون بالا لسان که بود و قائل لسان اهل الجنه، این رو پاک کردن، از نو نوشتن. خب حالا بعضی از کلمه ها رو ما اینجا متوجه میشیم که از نو نوشتن، پاک کردن و از نو نوشتن. یکی این لسانه که احتمالاً یک کلمه دیگری بوده، این رو پاک کردن و لسان نوشتن. یکی هم پایین حضرت محمد، ولی اعنی بهی، حالا شما نازنین خداوند احد اعنی بهی حضرت محمد. حالا اینجا یه چیزی نوشته که نمیدونم ل این می ان چی هستش، این لعمت چی هست، علیه و علا، احتمالا این صلی الله علیه و سلم خلاصه اون حروف باشه، نمیدونم. حضرت محمد علیه و علا علیه تحت التها یا من رد از سمد روزت متحرس نه اول سفرین کی لو کان ایمان معلقا به ثریا. حدیث رو لناله اصحاب الفارس درت التاج، میگه حدیث رو هم جعل کردن. این حدیث که امروزه هستش که اینو نگاه کنید، اینجا حدیث رو فارسا، حالا این کتاب ظاهرا از فارسی ترجمه شده، احتمال میدم برای همین اومده خیلی زبان فارسی رو داره چیز میکنه، برای همین مثلا گفتم اونجا حضرت محمد رو اسمش رو چیز کردن و علی آله. حالا اینجا تو حول تحایا من رب سمد روزه متحرسنه اولسون کی لوکان الایمانو. نگاه کنید فارسا این حدیث رو چیکار کردن، لوکان العلم فی الثریا. حالا این چی میگه، لوکان الایمانو معلقا بالثریا، اگر از اون آسمان یه ستاره یا یه سیاری هستش که ثریا گفته میشه، میگه اگر ایمان از اونجا آویزان باشه، از ثریا آویزان باشه. نگاه کنید این حدیث رو چجوری، لنا له اصحاب فارس درت التاج، میگه که حالا برای اینکه به اونجا برسه ما اصحابی از فارسا داریم که یعنی به اونجا میرسن. لنا له اصحاب فارس درت التاج. حالا اینو در کتاب درت التاج ایها جسم در اولایر گوش زمینو، حالا در احتمالاً در دوایر باشه، نه این دوایر نیست. درت التاج ابتهاجن، درت التاج ابتهاجن در اویره گوش زمین و آسمان ایلده. و بعد ان شیخ شمس الدین هم یه چیزی گفته، اذا اراد الله امرا فیه لین اوحا بهی الی الملائکه المقربین بالفارسی دریت. میگه یه حدیثی هستش که خدا خیلی خنده داره، میگه که ان شیخ شمس الدین یه چیزی گفته، اذا اراد الله امرا فیه، اگر خداوند یه امری رو اراده بکنه، مثلا بگه میخواد دنیا رو خلق بکنه، فیه لبن اوها بهی الی الملائکه المقربین. حالا این لینه چی هستش نمیدونم، میگه با زبان فارسی به ملائکه چیز میکنه، به ملائکه های مقرب، نه به هر ملائکه که از خدا خیلی فاصله دارن، به وزراش و معاوناش و اینا، به فارسی دریه، با فارسی دری به اونها
وحی میکنه. الحدیث، اینم یه حدیثیه میگه این شیخ الشمس اومدن جعلیات رو چپوندن تو کتاب ها و احادیثی ازش احادیث ساختن. ما حالا اینجا یه حدیث جعلی اونجا دیدیم که اونجا ایمان بود، اینجا ایمانه، ولی فارسا اینو علم کردن. و اصحاب فارس هم این هم یک چیزه. حالا من اینو خیلی دیگه صحبتش نکنم، ولی اینجا که خداوند کتابش در اسلام عربیه، با ملائکه در قرآن عربی صحبت میکنه، با پیغمبر مسلمان ها عربی صحبت میکنه و میگه عربی زبانیه که توان کشیدن آیات قرآن رو داره و زبان فارسی و بقیه زبان ها نداشتن. و اون وقت اینجا حدیث دروغ ساختن که خداوند اگر بخواد یه وحی رو برای ملائکه مقربش بیاره به فارسی دری میاره، نه فارسی تهران. اینم یک چیز دیگریه. و عمدة المحدثین قاضی عیاض یخصص حالا احتمالا یخصص کتاب شفاده به حسبی. قاضی عیاض نامی که عمدة المحدثین هستش، اینم جز اونایی که خیلی حدیث گفته. قاضی عیاض به حسبی یعنی بنابر چیزی کتاب شفاده یا ابادرد اشکتب. این چی هستش نمیدونم. اینجا هم یا کتاب شفاده، اینجا حالا یا کتاب شفا یا ابادر یا ابادر دا ایش کتاب bu kitap, iş kitapdır. Buyur ve kılır ben rivayet ve kılır ben rivayet ve sahah sitti ashabinden ابن ماجه قزوینی. حالا این کتاب هایی که فارسا نوشتن رو نباید جدی گرفت. حدیث و آیه و نمیدونم اینها گفتن، تاریخ و اینها همه رو باید بذاری کنار. ابن ماجه قزوینی بو حدیث شریفی صحیح جنده ایراد و حکایت ادکلری لسان فارسینون زبان غیر مزیتی و تعلم و تکلمی مندوب مستحسن المسی تورنینی مزفاسیل bu ایده ادیم و صحت محمد ابن ابراهیم اسمت آزمایش طبعی. چون حالا دیگه یک کتابیه که میخواد چیز بکنه، زبان فارسی رو اینجا تبلیغ میکنه که یاد بگیرن. شعر زا کتاب زی عجیب و وصفه ساچ من ابیاتهی ما الحیات. نظم. حالا یه شعر دیگری برای نظم. اللالی لفظه بحر شهید. حالا چی بنت البنات عوام الارواحندن عارض تحریفاتی عیان و مشکلاتی بیان علونمق سوداسیل بو ناچیز ناپیدایی استعداد و فرومایلریل جمع و تلفیق ایلمشتی الا الامر یعرض دونه الا مر فهواسینجا الا دون الامر یعرض دون الامر فهواسینجا. بر اساس این حدیث، این سخن، این ضرب المثل، این یه ضرب المثل. الامر یعرض دونه الامر. حالا این نمیفهمم کاملا، معنیشو میفهمم، اما ضرب المثل یه معنی اصلی داره دیگه، اون کلمات معنی رو چیز نمیده. فهواسینجا انقلابات اوضاع دهردن ناشی برنت ایام اوراق مسودن قالب
تا اول زمانی که میر حاتم طبیعت کعبه مروت قبله فتوت قبللی زاده قبل علی دیرا قبللی. ما هم در این رو در روستام یه کسی بود اسمش قبللی بود، ولی من فکر کنم وقتی این رو بردن ثبت احوال ایران اونجا گفته قبله علی، این نیست، قبللی قبله لی قبله لی قبللی زاده، یعنی رو به قبله انگار. قبللی زاده میر العمد. حالا اینم بازم دوباره همون کلمه‌ای که اونجا هست، یه خلاصی از یک کلماتیه. ایده الله به لطفه ممجد، یه چیزی. جواد کی حاتم طایی سخانون کان امانی امیر مخرم. حالا دوباره خب بریم یه صفحه دیگر بخونیم ببینیم چی هستش. اینجا یه مقدار به چیز افتادیم، سختی افتادیم. ببینیم که یه صفحه دیگری از این کتاب رو بریم صفحه 30. همینجوری بریم صفحه 30 چون که بیش از 1 ساعت و ربع که داریم اینجا، 1 ساعت و 16 دقیقه. بریم یکی دو صفحه دیگر هم تلاش بکنیم. قطعه دوم بحر سری متوا مکسوف میم. حالا اینجا اشعار رو انگار داره یاد میده که بحر سری چی هستش. من نمیدونم متول و اینا رو دیگه نمیدونم، اینا مربوط به فکر میکنم هنر شعر نویسیه. Git yeri söyle bir gönlüm biya az cendinden جون تنانی جون جرا. حالا این چی از فارسی ترکی عربی قاطیه. bir vesifiyle emara ve hab manasına o hab manasına نگو کاف عجمیله، نگو کاف عجم یعنی کوییدن امر سویله demek. گوییدن امر söyle و demek. گوییدن این فعل جدیدیه در زبان فارسی وجود نداشته، الان امروزه وجود. گوییدن امر söyle و demek. گل و تکلم معناسına. بیا آمدن لفظیندن امردür. کل gel و yemek تعالی معناسındadır. از چه مرکبدür. از ile چه den. از حرف ابتدا به معنای غایتی متضمن من معناسına من عربی یعنی چه کسر جیم ile چه کسر با کسر جیم چه yok چه کسر جیم ile عجمیله جیم عجمیله حرف استفهامدür، علامت سوال هستش. چه نه demektir، نه demektir. در زبان ترکی دیگه نه istersen چی میخوای، همون چه میخواهی باید اینجوری گفت، نه demektir. ترکیب olanda olundukta ترکیب olunduktan معناسی ifade eder. neden معناسی ifade eder. یعنی این دوتا از چه به معنی ندن معناسی ifade eder. چون حالا اینجا داره فارسی رو آموزش میده. بریم یه صفحه دیگری بخونیم. صفحه گفته بودیم 30 بریم بخونیم. اینجا ببینیم، حالا یه صفحه نگه داشتیم ببینیم اینجا چی هستش. سرمک sıcak etmek manasına. چی؟ به سرمک sormak yani sormak soruşmak
سرمک، سنجق، سجق، سحق، اتمک معنا. رسن ایب. بذار ببین اینجا چی گفته، این جالب شد، من برام چیز اومد. زدودن، حالا باندن احمق دور، بسودند رقص، بسودند دور، گس سرمک، احتمالا گس باشه، گس سرمک. ربودن قapmak، ربودن قapmak حفظ manası nedir? Hafz manası nedir? Qapmaq, oğurlamaq, hafz manası nedir? Qapmaq. Biz de اینو در تبریز هم استفاده میکردیم. علمden qapdi. یعنی از دستم ربود. حفظ manası nedir? حالا اینجا چی بود؟ بسودن سرمک. سنق اتمک معناسی نه. حالا اینجا سنق اتمک یعنی چی یا سحق اتمک یعنی چی نمیدونم. رسن ایب تافتن، رسن ایب تافتن، yükmek، bükmek. رسن ایب حالا اینجا میگه کی تافتن، bükmek. Yavi kim baften bulmak. Bulmak yani iş. Yavi kim baften bulmak. Residen irmek ve değirmek, beçiden, dirmek, dermek aman, dirmek. Beçiden ihtimalen. Baften. Örmek, baften örmek. Resen Arabidir. Türkiye'de ip. İp ne demiş? İb. Hala in ip diye, ip. Ve yerler fil gamus ve yer. Yani un resen ip Arabidir. Türkiye'de iptir. İptirler. İp گفته میشه. درلر میگوید. فیل قاموس در لغتنامه قاموس الرسن محرکت الجیل و کذا فی الزحاح. اینها کتاب عربیه. قاموس یک کتاب لغتنامه بسیار مشهور عربی هستش و کذا فی الزحاح، کتاب زحاح هم همینطور. بس و هو الحبل. اونجا میگه که این چیزی که بسودن یا بسو، این میگه و هو الحبل به معنی تنابون، اینجور یه چیزی. الذی یوضع علی انف و چی باید بگم به فارسی؟ İp. Bir iptir ki hayvanın ünfüne، این بینیشو اینا میذارن. و ip ترکی معناسی ایپه ترکیده. مطلق الحبل، به هر جور چیزی ایپ میگن در ترکی، یا رسن هم به فارسی میگن. خب اینم از این کلمه. اینجا این پس لغتنامه فارسی به ترکی، ترکی به فارسی، اینا عربی اونا هستش. بریم دوباره صفحه 30، یکی دو جمله هم از صفحه 30 بخونیم. اینجا 29 30. بذار ببینیم اینجا چی میگه. آرش تنگ کند بیمار خود کند بیمار کردلک و لنگ. دیگر و آنکه لنگ و بوک، دیگر آنکه لنگ و بوک افتو به جیهی، چی نمیدونم، از همه لنگی و لوکی میرهی. این احتمال از همه لنگی و لوکی یا میرهی، احتمال میدم اینجوری باشه. اکثر نسخه لوک lafzın luc üzerine atf ile ahval manasına tefsir etmişler. میگه در اکثر نسخه ها، اکثر نسخه ده لوک
یا سوگ احتمالاً باشه، نمیدونم، احتمالاً سوگ باشه. سوگ lafzın luç üzerine، luç یا luç üzerine عطف ile ahval ma'nası، به معنی احوال گفتن، tefsir etmişlerdir. Hatta zafer رسیده olan کتب لغت تتبع olunub معنای مزبوره geldi ki bulunmadı ner tahir pur derdir ki مجرفدر. نمیدونم حالا اینم چی هست، ازش بگذاریم. بعضی از کلمات رو نمیتونم بخونم. حالا امروز یه مقداری رفته به فارسی عربی و اینها. بریم صفحه همین 40 ببینیم اونجا چیزی هست. در باب جوش آکله و demektir. جوش آکله demektir. اینو میخواد بگه. در باب جوش آکله demektir. آکله خودش احتمالاً ترکیه، برای همین میگه که جوشی که در صورت اینا میزنه میگه آکله demektir. هم زهوزاده دلخوش زاده و دلخوش یون پوش و سامان. حالا این چی بود؟ در باب امردür. حالا این چیه؟ ببینیم چی هست. امردür. ایو آکیله demektir. امردür ایو آنله demektir. افهم و معناسine و فواتیندن حذر olan mahalle istimal olunur. Böyle gör tedarük manasına zah ve za zahvaz ad dul düş این بازم رفته دو چیز، توالد و تناسل معناسی نداره. زهوز ad دلخوش توالد و تناسل معناسی نداره. فرهنگ جهانگیری زهوزاد به معنی اهل و عیال. زهوزاد به معنی اهل و عیال زن و فرزند بود و از توابع احتمال میشه توبه است. خب اینجا با اصل کلمات زبان فارسی مواجهیم که بسیار به نظر میاد مثلا هندی باشه تا فارسی، نمیدونم. بریم صفحه 50 یه چند جمله هم از اینجا بخونیم ببینیم اینجا چی میشه. قطعه هست چهارم در بحر طویل و سالم. میم قریب aldırmak oldu faribinden aldırmak. Kişi çaplus etmek nedir? Yani yaldanmak. این کلمات این ترکی ها خیلی زیباست. چاپلوس etmek nedir? یعنی yaldanmak. یال این چیزی که یال چی هست دوستان؟ اول اینو بفهمیم تا یالدانماک رو بفهمیم. این غذایی که برای حیوان میذارن جلوش در روستاها مثل سگ و گربه، این یاله. نمیگیم که غذا میدیم بهش. دمرشونا çöreh verir, yemiş verir, yem verir. یم رو به حیواناتی میدیم که یا برای ما کار میکنن یا حلال هستن میتونیم بخوریم. اینا یم دارن. پرنده ها رو براشون دن سپروخ. دن اون مال اون دنه، مال چهار پایان یم، مال خروس و پرندگان دن هست. مال حیوانات حرام گوشت یال.
یاله. یال چی هست؟ از یالاماغه. یالاماغ لیسیدن. یال یعنی یه چیزی که باید لیسیده بشه، مثل آب و غذا که مثلا حیوانات چیز میکنن. یال اینه. یالدانماغ یعنی یه کسی که از مثل سگ از یه کسی منتظره که براش یال بدن، این اون رو یالاماغ بکنه، بلیسه. این یالدانماغ به اون معنیه. فریب کسر، فریب یا فریب باید باشه یا قریب، حالا بذار ببینیم چی میشه. کسر فاعله فریبه. این اسمش میگه اصل کلمه فریب نیست، فریبه. فریب کسر گافیله احتمالاً قریب، گائله گا باشه، قریب. قریب الدمه قاتله آلدمه. چی؟ یعنی چی؟ قاتله آلدمه اسم مصدر لازم و متعدی به استعمال اولونور. خوشم ناید، خوشم ناید فریبندن برش خندان. ناید فر ایبدن برش خندان. گلاش که فن اولور فند و کارش دائما ترفند. نازمون آلدانماغ ma'nosine gelmesi garibidir. Dine arib diyen arib sevilmiş. بعضی چیزها رو نمیفهمن. چاپلوس جیم عجمی، چاپلوس جیم عجمی یعنی 3 تا نقطه داره زیرش. چاپلوس جیم عجمی بای عجمی موقوفه به تغنوب یا تقلنوب دسلوک صبورتن göstermek. این لغتنامه هست، بیشتر لغتنامه هست. من تو قضیه لغت یه مقدار مشکل دارم. این کتاب رو هم خوشم نیومد، برای همین خیلی ازش نتونستم با عشق و علاقه بخونم. شاید به علتش اینه که امروز 3-4 تا کتاب رو ورق زدیم، از هر کدوم هم نتونستیم بخونیم، در نتیجه یه جوری احساس بدی امروز نسبت به خصوص به زبان فارسی که یه مقدار بسیار زیادی الان آلرژی پیدا کردم. این رو دارم اعتراف میکنم. به هر حال زبان فارسی مغز ما رو به زندان تبدیل کرده و جامد کرده مغز ما رو. زبان فارسی اجازه نمیده ما به راحتی با دنیا ارتباط برقرار. ایچی وچیله کلام واردود دیانن ایندیاتنه اعتبار اولون میم هم کتابون عادی فهرست هم برحم کمیک عادی زست آدم. نمیدونم، نتونستم بخونم. اینم یک کتابیه که باید کسایی که زبانشناس هستن روی لغت کار میکنن بتونن این رو برای ما ساده تر بنویسن تا بتونیم ازش یه چیزهایی بفهمیم. حالا ولی اینجا ببینید شاهدی، در مورد شاهدی یه توضیحاتی داده. ببینید شاهدی چی هستش. میگه که شاهدی افندی مغلق qəsəbəsində درویش صالح خدایی افندinin سلبی oğludur و اسمی ابراهیمدür. شرح شاهدی. حالا اینجا میگه که این شاهدی در یک قصبه زندگی میکرده به نام مغله. شاهدی افندی مغله qəsəbəsində درویش صالح خدایی افندinin سلبی oğludur. حالا میگه که این مثلا نوه سومه، فرض بکنه که یا نتیجه مثلا فکر کنم نتیجه درویش صالح خدایی بوده این آدم که در روستای مغله یا قصبه مغله چیز داشتن و اسم اصلیش هم بوده
ابراهیم، اسمی ابراهیم دور، ابراهیم بوده اسمش. این از اینجا اسمش. اینجا اومده براش یه تاریخی نوشته، تاریخ شاهدی. یعنی حالا این تاریخ احتمالا نمیدونم چی شده نوشته. اینجا حساب رو توضیح داده که چجوری این حساب ها رو انجام میده. دیرلر فی تاج الاسامی از شمامه دست یا نوبیه چی دور حساب ابجد. حالا من اینا رو دیگه خیلی سردرد نمیارم. گالدی سندن شاهدی، نو یادگار، بیانی الدیگی حساب. حالا اینا حساب میکنه. این مثلا این 145 این گالدی 145 شده، سندن 164 شده، شاهدی 320 شده، نو یادگار نو شده 56 یا 59 56 یادگار شده 237. اینها رو یه جوری با هم جمع میبنده، مثلا تبدیل میشه به یه اسمی. حالا این کتاب در چه زمانی نوشته؟ احتمالاً این تاریخ رو اینجا باید حساب بکنیم. بیان ایلدیگی حساب حمل ابجد üzere گالدی سندن مصرایی 5 kelimedir. Galdi senden Misrai 5 kelimedir. Her bir kelimenin aded ve hurufi teshilen tahtine ثبت olunmuştur. Zirش növişte ki benim xundam. Cem olunduqda 921 عدد olur. حالا اینا رو با هم جمع بکنیم میشه 921 که دوری سلطان سلیم ابن بایزید ابن محمد خانده تمام اولدقی اشعار ادر. این در زمان سلطان سلیم که پسر بایزید که اون هم بایزید هم پسر محمد خان بوده، این کتاب تموم شده. بعض اشعار ادر یا یعنی اشعار در، یعنی اشعار میکنه، یه جوری اشاره میکنه. پس بعضی نسخه ده، حالا ببینید نسخه های متعدد، بعضی نسخه ده نو yerine بار موحده ایله بو واقع olmuştur. در بعضی از نسخه ها به جای نو یادگار که هست، به جای نو میگه بار نوشته. این میگه اگر اینجوری شده بوده yazılmıştır eden çiçi yazılmıştır yötür دیدار eden. حالا اینجا چی؟ یوتر دیدار eden. اینجا یه چنین چیزی نوشته گülşen اسرار beni görmamış. تاریخ گلشن اسرار. حالا اینم یه شعری گفته تاریخ گلشن اسرار هم این هستش. چی هست؟ تردیدا چی دیدن گلشن اسرار beni یعنی görmamış. تاریخ گلشن اسرار شاهدی. بیا از گلشن اسرار گل بوی تا سرنخ گلشن وحدت. یک گلشن وحدت. این میگه حالا این زیر نوشته نمیدونم، وحدت احتمالا 956 باشه. اینجا و گل گلشن وحدت آمد. این میگه که 956. فاعلات. شعر بر اساس این نوشته شده. bu کتابی اوگرن همون اخیان. اوگرن 942 یا 43. اینجا یه چیزی گفته ایچ آب حیات شاهدیه هر kim eylerse dua آبیده محشرده شفاعت مصطفی. اده محشرده شفاعت مصطفی. بو بهره رمل مکسور مسدس درلر. حالا این اسم یه شعریه دیگه، میگه که اسمش هست رمل مکسور مسدس ششگانه. Üçüncü cüz'i قصر لاحق المغل فاعلات kalmıştır. سیاس ستانش مر خدای تعالی را که
سیاد ستانیش مر خدای تعالی را که تمامی اون مثبته پریشان در تاریخ 1112 فضل رب به قلم فقیر محمد اسمت حقیر نشان داده. اسمش از محمد اسمت نشان داده توقع از رأی سوینمای صاحبان فتنت یعنی کسایی که دارای ذهن قدرتمندی هستند که این کلمات ناپسندیده و عبارات ناسنجیده به مطالعه ایشان مشرف می شود، آن است که خطایا هم به ذیل اصلاح پوشند و در اعتراض بر کسی که خود معترف به خطاست نکوشند. میگه حالا که من میگم آقا اشتباهاتی در این نوشتن این کتاب دارم، خطا دیدید خیلی دیگه توبیخ هم نکنید. والحمدلله وحده تمت الکتاب به اون الله الملک الوهاب محمود ابن احمد الشهیر به قبللی زاده. سنه این هم که اول کتاب خونده بودیم، سنه 1146. این نسخه رو در این تاریخ نوشته، ولی خودش میگه که این کتاب اصلی در دوره سلطان سلیم ابن بایزید نوشته شده. خب اینم از این. به هر حال امروز تلاش کردیم یه چیزهایی رو خوندیم، در مورد زبان فارسی هم یه کتاب دیدیم و در مورد آموزش زبان فارسی هم یه کتاب دیدیم که حالا اون لغت‌هایی هم که الان خوندیم خیلی در الان کاربرد نداره، نه در نوشتار نه در گفتار. خب احادیث جعلی هم دیدیم که به نظر من احادیث جعلی بود. حالا یا امروز جعلیه یا اون وقت جعلیه یا هر دوتا جعلیه، چون که مثلا خیلی از چیزها به نظرم جعلی هستش. احادیث بسیار زیادی رو ساختن که به هر حال بگذاریم. شکر الله تبارک و تعالی که امروز هم ما فرصت کردیم و با یکی دو تا کتاب آشنا شدیم، گرچه فارسی باشه یا در مورد زبان فارسی باشه، اما دیدیم که ترک‌ها تلاش کردن از زبان فارسی رو آموزش بدن و خوب هم آموزش بدن. به هر حال این تلاشی بوده و برای یک امپراتوری که بر بسیار مناطق بزرگی حکمرانی می‌کرده، آموزش زبان‌هایی که در اونجا رایج هستش ضرورت داشته و باید برای اداره اونها هم زبان اونها رو یاد می‌گرفته و از کسانی که به هر حال در ستایش ترکان شعر می‌نویسن، کتاب می‌نوشتن و تلاش می‌کردن به ترک‌ها خدمتی بکنن، هم باید حمایتی می‌کردن. روز و شبتون بخیر، به امید دیدار در یک روز دیگر.